منطقی در ماینکرافت پارت اول. اولین چیزی که هست اینه که چرا در بعضی ماینکرافت این بلوک اندر پورتال هست ولی چشمش نیست. خیلی برام سوال شده واقعا. نکته دوم، چرا وقتی که ما یه پیکاکس میذاریم مثلا این دوتا قسمتش یه چیزی نیست میره پایین؟ چرا اینجوری اصلا کرافت کردم؟ سومین چیزی که هست اینه که چرا وقتی شما آیرون دورور میذاری باز نمیشه؟ مثلا نمیتونی با یه فشار کوچولو بازش کنی. باید یه چیز جالبی دیگه، اگه تو سعی کنی با یه اسنوبال یه مابل بکشی هرچی تلاش کنی نمیشه، ولی اگه با دست خودی بکشی تکنیش بشه تموم. خیلی آسون بود. این نکته ها برام سوال شده. بچه خیلی ممنون که تا پارت